تو بازم دروغ گفتی رفتم مدرسه، مدیرت میگه مدرسه نبود. بابا میدونی چه چیزی باعث میشه انسان‌ها دروغ بگن؟ چه چیزی؟ مجازات صداقت. بابا 100 بار بهت گفتم پیرنتو نده تو شلواره، دیگه ترند نیست. آجی وقتی به بابا میگی پیرنتو نده تو شلوارت، یعنی در واقع میگی شلوارتو بده تو پیرنت. داشتم جارو برقی رو تمیز می‌کردم، این هستفری رو پیدا کردم. مال کدومتونه این هستفری؟ هستفری منظور همون هفت‌سری مال کدومتونه این؟ اون وقتی داری جارو برقی تمیز می‌کنی، خودت جارو برقی یا اون همچنان جارو برقیه؟ من برات کیسه زباله خریدم، بیا. خیلی جالبه، ما کیسه زباله می‌خریم، بعدش می‌ندازیمش تو. باشه رو تخت. داش میدونستی اکثر آدما رو تخت ساخته میشن، رو تخت به دنیا میان و رو همین تخت هم میمیرن. ببخشید من دستشویی بودم، صابونتون از دستم افتاد زمین، گفتم بهتون بگم. سالن وقتی صابون انداختی زمین، به نظرت زمین تمیز شده یا صابون کثیف شده؟ خاله جان راستی بابت اسپرسو ممنون، خیلی خوشمزه. نوشی جان خاله جان، من قبلا باتیستا بود. باتیستا مال کشتی. امیر به نظرت آب با طعم قهوه خوشمزه است؟ اسپرسو همین.